به نام یزدان. حکایتی از 1001 شب. یکی از بزرگان گفته است در دل شبی تاریک خانه کعبه را طواف می کردم که ناگهان از دل دردناکی صدای گریه و ناله شنیدم که می گفت ای خداوند کریم و بخشنده، لطف و احسان تو همیشگی و پایدار است. من به عهد خود وفادارم. مرد با شنیدن ناله دل از دست داد. نزدیک بود جان من از دست برود. به طرف آن صدا رفتم. نزدیکش شدم و سلام کردم. زن پاسخ سلام من را داد. به او گفتم تو را به خداوند بزرگ سوگند می دهم که به من بگویی تو را کدام عهد و پیمان است که همواره به آن وفاداری؟ زن گفت اگر مرا این گونه سوگند نداده بودی تو را از این راز آگاه نمی کردم. پس به اینجا نگاه کن. مرد هنگامی که خوب نگاه کرد دید کودکی مقابل او خوابیده است. زن گفت من این کودک را باردار بودم، در راه خانه خدا بودم. هنگامی که سوار کشتی شدم طوفان شدیدی کشتی ما را شکست. من خود را بر تخته انداختم و نجات پیدا کردم و بر روی همان تخته این کودک را به دنیا آوردم. امواج ما را با خود می برد که ناگهان مردی از کشتی بانان به من رسید و گفت به خدا سوگند هنگامی که تو را در کشتی دیدم عاشق تو شدم. باید با من ازدواج کنی، در غیر این صورت تو را به درون دریا می اندازم. من به او گفتم وای بر تو، مگر شکستن کشتی و غرق شدن در دریا برای تو عبرتی نبود؟ مرد گفت من بارها طوفان‌های این گونه را دیدم، هر بار نجات پیدا کردم و از آن ترسی به خود راه نمیدم. زن گفت ما اکنون گرفتار مصیبت و بلا شدیم. برای نجات یافتن باید به درگاه خداوند روی آوریم، به عبادت بپردازیم، نه اینکه به گناه و معصیت بپردازیم. آن مرد به زن اصرار کرد و زن از آن ترسید و خواست حیله‌ای به کار ببرد که خود را نجات دهد. اما مرد کودک را گرفت و به درون دریا افکند. هنگامی که زن گستاخی مرد را دید بسیار وحشت زده شد و ترسید و با حالت غمناکی سر خود را به آسمان بلند کرد و گفت پروردگارا، میان من و این مصیبت فاصله ای ایجاد کن، مرا از این شر و بلا رها کن. زن میگوید هنوز دعای من به پایان نرسیده بود که جانوری از دریا بیرون آمد و آن مرد را از روی تخته برداشت و با خود برد و من جدا از فرزندم تنها و غمگین ماندم. یک شبانه روز این گونه سپری شد. صبح روز بعد از دور بادبان کشتی را دیدم. همواره امواج و باد مرا با خود می بردند تا آنجا که به کشتی رسیدم. اهل کشتی مرا گرفتند و در کشتی گذاشتند. هنگامی که نگاه کردم پسر خود را درون کشتی دیدم. گفتم ای مردم، این فرزند من است، چگونه به اینجا آمده؟ آنها گفتند ما سوار بر کشتی در حال حرکت بودیم که کشتی ما ایستاد. ناگهان جانوری به بزرگی شهر آشکار شد و این کودک بر پشت او نشسته بود. پس ما این کودک را به کشتی آوردیم. زن گفت من نیز پس از سخنان آنها ماجرای خود را شرح دادم و شکر پروردگار را به جای آوردم و با خدای خود عهد کردم که هرگز از خانه او دور نشوم و از خدمت او سرپیچی نکنم. آن مرد میگوید پس از شنیدن حکایت آن زن خواستم چیزی به او عطا کنم. آن زن گفت از من دور شو، چگونه ممکن است من از کرم و بخشش خداوند بگویم و به مدح و پرستش او پرداخته و از دست دیگران نعمت قبول کنم؟